فاطمه هستم، 27 ساله، از شهر گیلان. من یک بار به عنوان مراقب برای یک زن 65 ساله ناتوانمند کار می‌کردم. دخترش که 40 سالش بود شبها کار می‌کرد و او به یک مراقب با تجربه پزشکی نیاز داشت که یک شب از او مراقبت کنه. نام این زن 65 ساله سیمین بود. نام دخترش که با من تماس گرفت کیمیا بود. خانواده‌اش نمی‌خواستند یا نمی‌توانستند سیمین را در خانه سالمندان بگذارند، بلکه از استخدام فردی با تجربه برای مراقبت از مادرش احساس بهتری داشتند. مراقب قبلی از اینکه از 2 زن ناتوان مراقبت کنند رنج می‌برد، اما من تجربه داشتم و هیچ چیز مرا برای آن شب آماده نمی‌کرد که کیمیا آماده شد تا به سر کار بره. سلام رفقا، به یکی دیگه از داستان‌های ترسناک چنل مستر ترس خوش اومدید. قبل از اینکه بریم سراغ داستان جدید، لطفاً چنل رو سابسکرایب و زنگوله رو روشن کنید. بریم برای داستان. اون روز من اولین کارم رو انجام دادم، بنابراین واقعا استرس داشتم که نکنه خوب کار نکنم و سعی میکردم که تا جایی که ممکنه از سیمین مراقبت کنم. کیمیا حرفای زیادی درباره مادرش سیمین میزد که من به اون بی‌توجهی میکردم. قبل از اینکه کیمیا به سر کار بره، مادرش را در طبقه بالای اتاق خوابش آورد. کیمیا قبل از رفتن اومد پیش من و با صدای آرام گفت: سیمین گاهی اوقات شبها در خونه راه میره و تو باید خیلی مواظبش باشی و اونو به اتاقش برگردونی. کیمیا به طور خاصی به این موضوع اشاره کرد. وقتی از او پرسیدم که برای چی این کارو میکنه، به من گفت که علائم مال بیماری مادرم هست. بهش گفتم که مطمئن باشه که میدونم چطوری باهاش کنار بیام. بعد رفت. ابتدا در سالن نشسته بودم و کارهایم را انجام میدادم. این شغل اصلا جذاب نیست و در بیشتر موارد کمی ترسناک به نظر میاد. دور از اتاق سیمین بودم، صدای قدم‌هایی را از طبقه بالا شنیدم. به سمت پله‌ها رفتم و به پله‌ها نگاه کردم. سیمین را صدا زدم. ازش پرسیدم که چیزی نیاز داری؟ جوابی نداد. صدای قدم‌هایش را شنیدم که به اتاقش برگشت و سپس در بسته شد. با خودم گفتم شاید او به حمام رفته. به سمت سالن برگشتم. تلویزیون رو روشن کردم و شروع کردم به تماشا کردن. تقریباً 1 ساعت بعد بلند شدم تا ساندویچم را که داخل یخچال گذاشته بودم بردارم. در حالی که بشقاب دستم بود از آشپزخانه خارج شدم تا به سمت سالن بروم. به کاناپه نزدیک شده بودم که نزدیک بود سکته قلبی کنم. بشقاب سریع از دستم رها شد. وای خدای من، سیمین اینجا چی کار میکنه؟ حس عجیبی داشتم. یک دفعه سیمین رو پشت در شیشه‌ای دیدم که ایستاده بود. به خاطر چیزهایی که شکستم از او معذرت خواهی کردم و از او پرسیدم حالت خوبه؟ او با لحنی تند شروع به داد زدن کرد. تو کی هستی؟ اینجا چی میخوای؟ به او یادآوری کردم که من مراقب تو هستم. در این لحظه با فریاد بلند گفت چرا اینجایی؟ من شما را نمیشناسم. دوباره شروع به یادآوری کردم که ما تازه همدیگر رو دیدیم و دخترتان کیمیا من را استخدام کرد تا از خانه و شما مراقبت کنم. به نظر میرسید باید مدت طولانی به او سر کله بزنم تا بتوانم او را به اتاق خوابش برگردانم. آب و مقداری قرص آرام بخش برایش آوردم و مطمئن شدم که هر دو رو مصرف کرده است. بعد از چندین ساعت به طبقه پایین برگشتم. کاملا خسته بودم. مجبور شدم چند دقیقه استراحت کنم. یک اتاق خواب اضافی در طبقه بالا با یک تخت 2 نفره وجود داشت که کیمیا گفت در صورت نیاز میتوانم برم اونجا و استراحت کنم. در این لحظه مطمئن شدم که سیمین خوابه و بعد رفتم که استراحت کنم. اما شاید فقط 1 ساعت خواب بودم. با صدایی از طبقه پایین از خواب پریدم. این صدا مداوم تکرار میشد و انگار هر 1-2 ثانیه یه چیزی از طبقه پایین کوبیده میشد. از تخت پایین اومدم و در اتاق را باز گذاشتم تا اگر سیمین از جایش بلند شد چیزی بشنوم. وقتی به پله‌ها رسیدم متوجه شدم که صدای کوبیدن از آشپزخونه میاد. به سرعت از پله‌ها پایین رفتم. در صورتی که هنوز خواب آلوده بودم و به سمت پایین رفتم به اطراف آشپزخانه نگاه کردم و چیزی که دیدم شبیه صحنه‌ای از یک فیلم ترسناک بود که قبلا احساس می‌کردم دیده بودم. باورم نمی‌شد. سیمین جلوی اجاق گاز ایستاده بود و در کابینت‌ها رو محکم می‌کوبید. آشپزخونه تاریک بود و با صدای بلند گفتم سیمین. او ایستاد و به سمت چپ چرخید و شروع کرد به سمت من دویدن. از پله‌ها بالا آمد. صدای ترسناک داشت. بهش گفتم چه اتفاقی برات افتاده؟ او به اندازه کافی به من نزدیک شده بود که من میتوانستم ویژگی‌های صورتش رو ببینم. به من نگاه کرد. سپس از کنارم گذشت و شروع کردم به بالا رفتن از پله‌ها.
دنبالش رفتم بالا، اما به محض اینکه به اتاقش رسید در را بست. در را زدم و گفتم سیمین حالت خوبه؟ او جوابی نداد. بی سر و صدا در را باز کردم تا به داخل نگاه کنم. من سیمین رو در کنار تختش دیدم که روبروی دیوار ایستاده است و من خیلی از دیدن این صحنه تعجب کردم. درست همان چیزاییه که در برخی از فیلم‌های ترسناک قبلا دیدم مشاهده می‌کردم. به سمتش رفتم و وقتی دراز کشید او را به آرامی داخل تخت گذاشتم. یک پتو روش انداختم و برای چیزی که امیدوار بودم آخرین باری باشد که اتفاق میافتد شب بخیر گفتم و در رو بستم. از طبقه بالا به اتاقی که قبلا برای استراحت رفته بودم رفتم و به رخت خواب برگشتم. سعی کردم که این دفعه نخوابم تا اتفاقی نیفته. به طرز عجیبی به خواب رفتم. نمیدونم، شاید چند ثانیه یا شاید چند دقیقه یا شاید هم چند ساعت. سریع بیدار شدم. هوا خیلی تاریک بود. زنگ ساعتی را که روی یک تنظیم کرده بودم هنوز به صدا در نیامده بود. به اطراف اتاق نگاه کردم و فکر کردم که چه چیزی مرا بیدار کرده است تا زمانی که صدایی از داخل کمد شنیدم. بعد از چند دقیقه متوجه شدم که در کمد ترک خورده بود و سایه سیاهی از کمد به بیرون نگاه میکرد. تقریبا دچار حمله قلبی شدم. چند بار سیمین گفتم ولی جواب نداد تا اینکه خودم در را باز کردم و او را دیدم که به آرامی به تخت نزدیک میشود. دوباره شروع کرد به حرفهای تکراری. تو کی هستی؟ من تو رو نمیشناسم. نزدیکتر که شد سعی کردم آرامش کنم و به او یادآوری کنم که من کی هستم. دستم را بردم به سمت لامپ کنار تخت و آن را روشن کردم. سیمین یک چاقوی بزرگی را در دستش داشت. در این لحظه همه چیز تغییر کرد. سیمین اکنون تهدیدی برای زندگی من بود و من باید نگران بودم، نه اون. در این لحظه جیغ زدم سیمین چاقو رو پایین بیار. فریاد من او را تحت فشار قرار داد، زیرا نزدیکتر شد و شروع به فریاد زدن بر سر من کرد و همچنان تکرار میکرد نمیدانم شما کی هستید. قصد نداشتم سعی کنم یک بیمار ناتوان که چاقو دارد را آرام کنم، چون من اصلا تجربه‌ای در این مورد نداشتم تا به حال. شروع کردم به دویدن دور اتاق خواب و سریع رفتم بالای تخت و از روی تخت چند متر دورتر او پریدم و دوباره فریاد زد تو کی هستی. وقتی از کنارش رد شدم چاقو رو به سمت هوا تکان داد. ضربه آهسته و ضعیفی بود از چیزی که دیدم، اما با این وجود نشان داد که او واقعا قصد استفاده از آن را داشته است. به طبقه پایین آمدم و کفش‌هایم را برداشتم و به جای تماس با پلیس با کیمیا تماس گرفتم. کیمیا پشت تلفن به من فریاد میزد که او را ترک نکنم، اما صادقانه به او گفتم او قصد کشتن من را دارد، اما من باز هم به پلیس زنگ نزدم. او مجبور شد از سر کارش بیاید. البته من بیرون ماندم. بیرون از خانه مطمئن بودم که سیمین جایی نرفت تا زمانی که کیمیا برگشت. وقتی کیمیا داخل شد سیمین در رخت خوابش خوابیده بود. کیمیا مرا متهم به دروغگویی کرد تا اینکه چاقویی را که کنار تخت سیمین بود پیدا کرد. دیگر نمیتوانست مرا سرزنش کند. درست خوابم برد، ولی این به این معنا نیست که کار اشتباهی کرده باشم. این بیمار ترسناکتر از آن چیزی بود که من در این 9 سالی که به عنوان یک مراقب فعالیت می‌کردم به او برخورد کرده بودم.